سرخط مهمترین خبرها: زهرآلود شدن مادر و 3 فرزندش در دوشنبه. وزارت مهنت اولین گروه مهاجران را به کره می‌فرستد و رایترز میگوید نظام ضد هوایی روسیه هواپیمای آذربایجان را زده است. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها تقدیم شما می شود. امروز 27 دکبر سال 2024 است. شب 24 دکبر 4 عضو یک عائله در شهر دوشنبه از دود انگشت زهرآلود شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر این خبر گفته است این افراد را به بیمارخانه انتقال دادند و فعلا زیر نظارت پزشکان قرار دارند. به اطلاع منبع این افراد مادری 33 ساله و 3 فرزند 13، 10 و 4 ساله می باشند. آنها ساکنان ناحیه شاه منصور دوشنبه هستند. سبب این حادثه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری استفاده از انگشت برای گرم کردن خانه هاست، نوشته از کمیته حالتهای فوق‌العاده. این اولین حادثه زهرآلود شدن ساکنان در ماه دکبر نیست. روز 17 دکبر امسال 4 نورس در ناحیه شهرستان از دود انگشت زهرآلود شده 2 نفرشان فوت دیدند. سالهای گذشته نیز این حادثه اتفاق افتاده است. در تاجیکستان که ساکنان در تیر ماه و زمستان با محدودیت برق میگیرند، ساکنان مجبور میشوند با انگشت خانه ها را گرم کنند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفته است کفشگران تاجیک از اول سال 2025 می توانند به مهاجرت به کره جنوبی بروند. اعلان در این باره روز 25 دکبر نشر شد، اما مقامات گفتند کارجانی از 18 تا 39 ساله باید شهادتنامه کفشگری داشته زبان کره‌ای را از خود کرده باشند. از کارجان دیگر خواسته شده است که برای آموختن زبان کره‌ای و کسب‌های ضروری به مرکز تعلیمی وزارت کار و مهاجرت در دوشنبه، باختر و خوجند مراجعت کنند. بیکاری یا کار با معاش کم یکی از دشواری‌های اساسی جامعه تاجیکستان است. این وضع صدها هزار کس را به مهاجرت کاری در خارج مجبور می‌کند. حکومت تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 با کره جنوبی و کویت تفاهم‌نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان می‌رفتند. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز در نتیجه فعالیت نظام ضد هوایی روسیه سقوط کرده است. در این باره خبرگزاری رایترز با تکیه بر 4 منبع آگاه از تحقیقات در آذربایجان خبر داده است. تلویزیون یورانیوز هم تصدیق کرده است که موشک زمین به هوای نظام ضد هوایی روسیه سببی به صدمه دچار شدن هواپیمای شرکت آذری شد. در نتیجه این حادثه که 25 دکبر رخ داد 38 نفر به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رایترز گزارش داده است که مقامات نخست نفهمیدند که چرا هواپیمایی که از باکو به گروزن باید پرواز میکرد مجبور شد خط پرواز را دیگر کرده صدها کیلومتر دورتر از جای تعیین شده در قزاقستان فرود آید. هواپیمای مسافربر امبرایر بعد از آنکه نتوانست در فرودگاه گروزن چچنستان فرود آید آسمانی روسیه را ترک کرد. رسانه‌ها از قبل حمزه قادروف کاتب شورای امنیت روسیه نوشتند در لحظه فرود هواپیمای آذری بی سرنشین یا درون‌ها به این جمهوری روسیه حمله می‌کردند. این اطلاع را تلگرام کانال چچنی نیسا نیز تصدیق کرده است. فرضیه رسمی سقوط هواپیما فعلا معلوم نیست و تحقیق ادامه دارد. مقامات آذربایجان و قزاقستان تا حال در این باره رسما صحبت نکردند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از زیاد شدن حالتهای قلابی با استفاده از کارت‌های بانکی خبر داده است. این نهاد 26 دکبر در خبرنامه نوشته است قلابان با وعده مبلغ کارت‌های بانکی شهروندان را به اجاره میگیرند و میتوانند آن را برای عملهای غیر قانونی استفاده برند، اما ریاست کارهای داخلی دوشنبه هیچ آماری نشر نکرده است. در خبرنامه این نهاد از یک نمونه دیگر قلابی ذکر شده است که بعضی افراد با بهانه پیشنهاد جای کار نسخه شناسنامه و رقم کارت شهروندان را گرفته برای قانونشکنی استفاده می‌بردند. پلیس دوشنبه به ساکنان هشدار داده است که در چنین حالت خود آنها نیز شریک جنایت حساب می‌شوند. پلیس پایتخت به ساکنان هشدار داده است که کارت بانکی یا دیگر معلومات‌های خود را به شخص دیگر ندهند و اگر کسی از آنها اجاره کارت را درخواست کرد به مقامات خبر رسانند. فریب خوردن ساکنان توسط کارت بانکی سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده بود. بینندگان عزیز، اگر شما هم به این حالت دچار شدید لطفاً نویسید تا دیگران از این حالت امین مانند. تا انجام سال 2024 همگی 4 روز دیگر مانده است. از روی عادت آدمان برای سال آینده به یکدیگر آرزو و تمنیات نیک بیان میکنند. همکاران ما امیر عیسی و علیشیر ظریفی از ساکنان دوشنبه پرسیدند که برای سال آینده چه نقشه ها دارند. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم. در سال 2025 با مردم تاجیکستان چه آرزو دارید؟
من اصلا آرزو دارم که برای تمام شهروندان همین جمهوری تاجیکستان ما آزادی، آبادی، امانی، بهبودی های که سطح زندگی ما را بهتر میکنند، تنقیصی نکشیدن از ذخیره های طبیعی به مانند آب یا اینکه تنقیصی نکشیدن از قوه برق که بسیارتر در دهات‌ها تعلق دارند و باز در برابر این بهتر کردن سطح دانش خود وابسته به حقوق تکنیک و تکنولوژی نو وابسته به سطح دانستن زبان‌ها، سطح دانستن فن‌های طبیعی ریاضی به مانند متماتیک، الگبرا، شیمی، فیزیک و غیره و بیشتر می‌خواهم که خوانندگان بسیارتر از خود کلانان را یعنی معلمان را بسیارتر احترام نمایند و همیشه تاجیکان و عموما هر یک انسان باید تیار باشد که به دیگران یاری رساند و به دیگران با احترامانه و خوبتر معامله نماید. چی آرزوی بگه داریم آخی سا خدا تنی سعد گفتیم کی بود پروردگار ده مملکت ما فقط آبادی باشه و فقط صلاح های نمی آبادی کاری مردم همین بنده مومن همیشه به همه نیت رسید. آرزوی ما همین که همین آرامی و سری و پوری. میخوام که همه خوشبخت باشن در سال نو، همه چیزی که میخواد همین آرزوشون دا برسن. خیلی دیگه هم قدر گفت دارم. گلانی همین تینجی امانی، گلانی همین آرزوی ما با خلق تاجیک باید عذاب نکشن. خیلی مادام هم خیلی ارزانی سری و پوری شوه که کمتر خلقان عذاب نکشن. آرزو دارم سالم باشن، سلامت باشن و با صلح پیش همه ایرانی‌ها، پیش افغان‌ها با فارسی زبان‌ها زندگی کنن. For this year I wish that all the wars. امسال میخواهم همه جنگ‌ها خاتمه یابند. جهان به صلح خیلی و خیلی احتیاج دارد. In the world it's too much I think. در سال اینا به همه خلق جمهوری تاجیکستان آرزو میکنیم که همه وقت خوش باشن، خرسن باشن، آباد باشن، همه وقت کارهای برار داشته باشن، سفراشون به خطر باشن. چی عوض آرزویی که دارن در 2025 به آرزوی عوضشون برسن. سال نوشون مبارک. خدا همه تنجی حوزی هست، در آینده هم همه تنجی را نصیب روزی کنم. بینندگان عزیز لطفاً تمنیات خود را برای سال 2025 در زیر برنامه نویسید. حکومت تاجیکستان امتیاز برای قانون‌گردانی مال و ملک و دارایی‌ها را زیاد کرده است. بر اساس مقررات قانون درباره عفو اموال، شخصانی که دارایی‌های خود را رسما به قید می‌گیرند، دوام 3 سال از پرداخت انداز و جریمه‌ها آزاد بودند. مقررات نو قانون این مهلت را 4 سال پیش بینی کرده است، یعنی 1 سال بیشتر. لایحه این قانون را حکومت 19 دکبر به پارلمان پیشنهاد کرده است. قانون درباره عفو دارایی‌ها ماه ایول سال 2023 قبول شده، مقامات آن را چند مرتبه تمدید کردند. مهلت اخیر این قانون 5 ژانویه سال 2025 تعیین شده است و معلوم نیست که مقامات آن را بازدراز میکنند یا نه. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه ژانویه سال 2024 در نزد وکیلان پارلمان گفته بود از زمان اجرای قانون 5.9 میلیارد سوم قانونی کرده شده است. اطلاع آلترناتیوی درباره این دارایی‌ها و صاحبان آنها دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 دکبر را فرا می‌گیرد. 27 دکبر سال 1929 با یک قرار رهبری حکومت اتحاد شوروی ایوسیف استالین در سراسر این کشور تأسیس کلخوزها شروع شد. در تاجیکستان تا سال 1937 3900 کلخوز و 20 سوخوز عمل میکرد که اساساً با استحصال پخته، یک محصولات استراتژیکی کشاورزی مشغول بودند. کلخوزها از سوی مشکلی بیکاری در دهات را سبک و رشد اقتصادی و کشاورزی تاجیکستان شوروی را تا اندازه تامین کردند، ولی از سوی دیگر به خاطر کار کم مزد و سنگین و تامینات ضعیفشان مورد انتقاد بودند.
27 دکبر سال 1932 در اتحاد شوروی نظام پاسپورتی جاری شد که قدمی جدی برای به قیدگیری و زیر نظارت گرفتن شهروندان این کشور به حساب می رود. شناسنامه یا پاسپورت SSR از 16 سالگی داده می شد. دولت شوروی پاسپورت را برای نظارت از حرکت و سفرهای شهروندان به خصوص به خارج همه جانبه استفاده می کرد. 27 دکبر سال 1979 ارتش اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد که با محکومیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شد. مسکو در کابل حکومت کمونیستی را نشاند، ولی با این وضعیت بسیار نیروها از جمله احمد شاه مسعود و طرفدارانش راضی نبودند و با این نظام جنگیدند. فوریه سال 1989 شوروی از افغانستان بیرون شد و تنها با گذشت 10 ساله ها روسیه اعتراف کرد که عملیات افغانستان یک خطای سیاسی بوده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.